با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان در فاکولته تربیت جسمانی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов بخشیده به 27مین سالگرد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی علمی فرهنگی حربی برگزار گردید. رکتور دانشگاه جمشید جورزاده چاره‌بینی را افتتاح بخشیده حاضرین را به 27مین سالگرد تأسیس یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تبریک نمود. با روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم. به همه شما تنی صحت، آسمان صاف و بی‌غبار، صلح و آسایش و محبت و صداقت وطنداری را تمنا دارم. سلامت و سربلند باشید. عید مبارک. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 23 فوریه سال 1993 تأسیس یافته است. همه ساله در جمهوری این عید همچون روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. افسران و عسکران ملت از روزهای تأسیس یابی ارتش ملی تا به این روز صادقانه به دولت و ملت خدمت نموده ایستادند. محض این گروه جوانان وطنخواه کفیل امنیت و یکپارچگی دولت صاحب استقلال به حساب می روند. برای سیبت وطندوستی برداشتن و به خدمت حربی تیار کردن جوانان نیز گزارنده شده ایستاده است. رکتور دانشگاه مذکور جمشید جورزاده به استادان و دانشجویان فعال که فعالیت نظررسی مهنتی، خدمت‌های ارزنده در ساحه علم و تعلیم، سهم ارزنده در تربیت حربی وطن پرستی دانشجویان و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های ورزشی گذاشتند، مکافات پولی، دیپلم و سپاسنامه تقدیم نمود. جایز به تذکر است که مشق‌های حربی آماده گشته دانشجویان به چاره‌بینی مذکور رنگ دیگر بخشید. نمایش مشق حربی از جانب حاضرین نیز به خوبی پذیرفته شد. در انجام چاره‌بینی سرود و آهنگ‌های دلنشین از جانب استادان صنعت و انسمبل ساز آوازی نوای جوانی دانشگاه منظور حاضرین گردید. گزارش گنجین عالم و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.